سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز قرار دو تا از مهمترین الگوهای تکنیکال رو با هم یاد بگیریم. الگویی که عبرت باشی میتونیم توی بازار مالی بهترین نقاط ورود و خروج رو پیدا کنیم. پس تا آخر ویدیو هم مابند باش که چیزهای جدید مهمی یاد بگیریم. الگوی مثلث یکی از پرکارترین ابزار تحلیل تکنیکال. این الگو زمانی شکل میگیره که قیمت بین دو خط روند همگرا حرکت میکنه و دامنه نوسانات کم رو کاهش میده. وقتی قیمت به انتهای مثلث راضی میشه، معمولا که شکست قوی اتفاق میفته. انواع مثلث صعودی معمولا قیمت میشکنه و میره بالا. مثلث نزولی احتمال ریزش قیمت بیشتره. مثلث متقارن میتونه هم صعودی باشه هم نزولی. نکته: وقتی قیمت مثلث رو میشکنه، حجم معاملات زیاد میشه و بهترین موقعیت برای ورود به پوزیشن است. الگوی فنجان و دسته یکی از الگوهای ادامه دهنده قدرتمند. این الگو معمولا در روندهای صعودی دیده میشه. نشون میده که بازار بعد از کمی استراحت آماده ی حرکت بزرگ به بالاست. مرحله شکل‌گیری. فنجان قیمت به آرومی میاد پایین و دوباره برمیگرده بالا. یک فنجان گرد میسازه. دسته بعد از فنجانی که اصلاح کوتاه داریم که دسته فنجان رو تشکیل میده. شکست دسته وقتی مقاومت شکسته میشه، قیمت معمولا یه حرکت صعودی قوی انجام میده. نکته: هر وقتی این الگو رو دیدی حواست به حجم معاملات باشه. حجم بالاتر احتمال موفقیت بیشتر، جمع‌بندی و کال تو اکشن. پس یادت باشه الگوی مثلث بهت کمک میکنه نقاط و شکست روند رو پیدا کنی. الگوی فنجان و دسته فرصت عالی برای شکار رشدهای بزرگ میده. اگه این دو الگو رو خوب یاد بگیری میتونی توی بازار مالی خیلی حرفه‌ای عمل کنی. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن، کار رو سابسکرایب کن، نظرت رو برام توی کامنت ها بنویس. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. همونطور که خیلی وقت پیش توی کانال اعلام کرده بودم، با صرافی بیتونیکس داریم صحبت میکنیم که براتون سرمایه حوالی بگیریم. اونا که سرمایه حوالی ندارن سرمایه حوالی بگیریم. از لینک ما ثبت نام میکنن، بهشون بونوس میده. لینک هم داخل کانال میذارم به زودی. و مکانیزم ماجرا که فال شد، صرافی بیتونیکس گفت ما به ایران خدمات میدیم، پس هیچ جای نگرانی نیست. به زودی داخل کانال اعلام میکنم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. منتظر ویدیو بعدی باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.